بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، دنبال کنندگان گرامی، سلام علیکم. 8 فروردین یا حمل 1403 آمدم برای سریش جمع کردن یا همون سیج جمع کردن در دره آل. از روستای آل رد شدم، بین روستای آل و این طرف هم روستای سیجه و اما میخوام سیج بهتون نشون بدم یا همون سریش. این گیاه سریش یا همون گیاه جلوتر اگه تشریف بیاریم گیاه سیج است. روستا هم که روستای سیج میگن به خاطری که خیلی اینجا سیج یا همین سریش زیاد داره. این سریش یک گیاهی است که خورده میشه، یعنی اینو میکنن، ریزش میکنن و داخل پیراشکی قرارش میدن یا ما میگیم بولانی، داخل بولانی قرار میده. و اما یکی میگن یارو مثل سریشه. یعنی چی؟ ریشه این گیاه همون سریشه که چسبه، میگن طرف یارو سریشه. نه همین در قدیم ریشه این گیاه رو میکندن و الان من میکنم، خشک میکردن و بعد از خشک کردن نرم و به عنوان چسب کاغذ ازش استفاده میکردن. و الان هم تا 20 سال قبل بود، ولی خب با آمدن چسب های صنعتی دیگه کسی به فکر چسب از ریشه درخت گیاه سریش یا گیاه سیج نیست. این ریشهشه. حالا من انشالله بکنم این ریشه رو بهتون نشون بدم. خب من خودم یادم میاد ما کلاس اول که بودیم سال نمیدونم 60 بود، 59 بود، 62 بود، 61، این چسب ها بیشتر همین سریش بود، یعنی ریشه گیاه سیج یا همون سریش. حالا من اینو بکنم براتون دوستان عزیز تا ببینید شما. بله، اینها ریشه های اینا رو میکردن، همینا رو خشک و بعد از خشک کردنم نرم و چسب درست میکردن. خب اینجاش هم که خوردنیه، اینجاش هم که چسب درست میکنن. تا انشالله دیداری بعد و یکی دیگه از عجایب و کارکردهای گیاهان رو که بخوام براتون نشون بدم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.